سلام بر شما دوستان عزیز دل. رفقا امروز میخوام اولین درام عاشقانه‌مو باهاتون به اشتراک بذارم. یک اتفاق عجیب بوده که الان فکر میکنم الان نگاه کردم من پیچیدم. آره فکر میکنم باید این باشه. بله همینه. این اون اتفاق عجیب بود. این خانم به من ابراز علاقه کرد. این ستا با من به مشکل خوردن و به من حمله کردن. مپ باحالی بچه. یه انبار ذخیره برپا کن. خب اگه من بخوام یه مقداری از محیط براتون بچه به اشتراک بذارم، ما دو تا ورودی داریم. یکی اینه، یکی هم اینجاست. این خانم همونی که من ابراز علاقه کرد الان هم گفته باهات متحدم. حالا نمیدونم تا کی قراره با ما متحد بمونه. این یکیشونه، این بعد یکی دیگه باشه و نمیکی دیگه. حمله ها جدی نیست، رعد و برده داره. بیشتر بیایم با بازی به نظرم عشق کنیم چون پولمون هم یکیه. حالا اگر بخوام این همینجا یه اکونومی بسازم، من ترجیحم اینه که هر چی میتونم به این سمت اکونومی بسازم که تقریبا تو این محیطا درگیر بشم تو شروع بازی. و من اکونومیمو چون یه مقدار اینجا محیط سبز هست و نمیدونم چرا همیشه بحث غلات عضو دغدغه‌ام بوده، به چوبم نزدیکه و به سنگ هم همینطور. محیط آزادم کنارش داره برای بازی کردن. با اینجا شروع میکنم. خب بچه ها بریم تو کارش. یه انبار توی غلط بساز. اول از همه بچه ها تا حد در امکان چوبمو میبرم بالا. بعدش جمعیت هم افزایش میدم. طلای کافی نیست. یک پیام از طرف دیگه بچه ها تا اینجا کفایته. میریم اولین گروهک مبارزینمون رو شکل میدیم. طلای کافی نداریم تا این واحد رو آموزش بدیم. کماندار شروع میکنیم چون محیطی که بهمون حمله میکنن آماده قربان. محیط بزرگی نیست. کمانهای ما باید آواز بخونن. نیروهای رات دارن حمله میکنن. سنقوم بكل ما يلزم. فرمان شما. نیزه داره آماده. نیروهای بردهدار حمله میکنن. بله قربان. خب بچه بردهدار به نظرتون از کجا میخواد حمله کنه؟ دیدمشون. همین چند تا. از همینجا دفاع کنیم. به نظرم قضیه رو بردیم. بله قربان. نیروها روحیه خوبی دارن. شخما. نیروهای مسلح آماده. ولی بچه تو این ورژنی که من دارم خیلی سریعتر بچه ها حرکت میکنیم. اگه گذاشتم من یه حرفی بزنم، تو این ورژنی که من دارم خیلی روی صداهای فارسی سربازهای اروپایی کار شده و خیلی دوست دارم دیالوگاشون. نمیدونم. یک پیام از طرف سلطان. هر کی بوده داشته دفعه پیش تلافی ما مومی شده. اگه یادتون باشه دفعه پیش فکر کنم رو عربی ها خیلی خوب کار شده بود. اصلا سرباز کماندار عرب مون تو ذهن من. خب فکر کنم یه مقدار چوب الان آورده باشن. بریم باز یکم اکونومیمون رو گسترش بدیم. بچه یکی از قشنگترین موارد این ورژن مربع‌های کوچیک بودنه. مربع‌هایی که باشون میتونی نظم بدی. نمیدونم چرا یک پیام از طرف رد. زاویه نگاه تو این ورژن خیلی خوبه. من صدای اینا رو هم ندارم. آماده و منتظر. باید ورژنم عوض کنم. احساس میکنم صدا میکروفون تا الان پایین بوده. الان یه مقداری افزایشش دادم. اگر اوکیید یه لایک بزنید با ویدیو. دیدی لایکتون رو گرفتم. خب من یکم شمشیر زن میگیرم.
آقا از سرعت بازی اصلا راضی مالیات ها دارن نیستم. وارد میشن قربان. خیلی خوبه که ببینم خزانه داره افزایش پیدا میکنه. بعد گندی که اول زدم پول خیلی زیادی رو برای خونه ها هدر دادم. باز مورد حمله قرار گرفتیم. نیروهای مسلح آماده. سربازی بدی یک نیورده. پیام از طرف سلطان. چرا من این محیط رو مد نظر نگرفتم؟ نیزه جا دارا به برای جلو. بازی زیاد داره ها. واقعا آماده جا و برای منتظر. بازی داشت. این ساختمون در دسترس نیست. خب من ترجیح میدم از این بعد بچه‌ها رو اقتصاد زوم کنم مگر برای کافی اینکه نیست. مورد یک حمله جدی قرار بگیرم، چون حس نمی کنم حمله جدی قرار باشه اتفاق بیفته و از این طرف حس می کنم اقتصادمون رو به فناست، رو به فنا سگ اصلا از یک پیام اقتصادمون از طرف راضی رد. نیستم. بچه نگاه کنید، اینا وقتی از دستتون ناراحت میشن اینجا شروع میکنه این آدم های بیکارتون کم یک پیام شدن. از طرف رد. الان با آدم بیکار نیاز ندارم، میذارم یکم ناراحت بشم ولی پول بیشتری بیاد تو انبار. یک پیام از طرف برده. چقدر پیام میدید؟ من به دوست دخترم هنوز یه پیام ببینم دوست دخترم ازم چیزی نخواسته. اینجا با هم اعلام نبرد میکنیم. 60 تا سنگ میخوای عزیزم؟ الان تولید سنگ رو تازه شروع کردم، برات ارسال میکنم. ما داراییم، ما غنی به خدا. حجم تولید سنگ خیلی کمه و فکر میکنم خیلی مپ گوشه‌گیری ساختم. بله قربان. برید نیزه داره، برید جلو. این شیلد داره. انجامش میدیم قربان. قربان فاصلتون رو حفظ کنید بچه ها. یگان به سبشن. لا 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 لا. خب من الان یکم بهشون فضای مثبت میدم. نیاز دارم به فضای مثبت. میخوام مثل دیوانه ها کارگر کافی چوب برای راه ببرم. انداختن این ساختمون نداریم. یکی از مستقل ترین اقتصادها توی این بازی به نظرم نیروهای رات دارن حمله و میکنن. اعتقاداته. خیلی با اعتقادات میشه مستقل پول در آورد به نظرم توی بازی. یه بررسی بکنیم ببینیم حملات تو چه سطحی قرار گرفته، آیا پیشرفت کرده حملاتشون. به شخص پیشرفتی احساس نمی کنم. چجوری مپا رو بزنیم بچه ها؟ یعنی بیایم مثلا اینجوری فله بگیریم بهشیم، مثلا با یه تعدادی سرباز کم خودمون رو به چالش بکشیم. خب کلا با فله گرفتن موافق ترم، ولی یهو دیدید بچه ها اون لحظه به چالش هم خودمون رو کشیدیم. ما کم کم باید یه محیط نظامی بسازیم، ولی اول سنگایی که این خانم میخواد تو آغاز فضا بهشون بدیم. سنگات از بین رفتن دیگه، نمیخوای؟ ببخشید من معذرت میخوام. اوه رابطمون اینجا درصد داره، الان رابطمون 64% شد. فکر کنم من دارم گند میزنم رفقا، گند. و 69 شد دوباره. ما مورد حمله هستیم. طلای کافی نداریم تا این واحد را آموزش بدیم. استعدوا بأقواسكم. دارم تلفات علکی میدم. أقواسنا تلفات واقعا علکی و مسخره است. من اولین مقر نگهبانیمو به نظرم باید احداث کنم. این مقر ساده احداث کنیم که کم خرج باشه. با علامت شما. أين الخائن؟ آماده قربان. لنبدأ المعركة. یک پیام از طرف سلطان.
طلای کافی نداریم تا این واحد را آموزش بدیم. ببینیم سلطان چه پیامی داشته. من این ورژنم همین که یک نمیفهمم پیام از طرف رد. چیزی هست. ها سلطان. نیروهای بردهدار حمله میکنند. من که بودی تو رد میجنگم. سلطان کجای قضیه است؟ اوامر. باید یک کار دیگه هم بکنم. بچه روی برجاتون شیلد بزنید. من 400 تا چوب دارم و اینجا ایستادم. چه پسر بدی هم من. طلای کافی نداریم تا این واحد را آموزش بدیم. خب با در نظر گرفتن 400 تا چوب من ترجیح میدم برم یه مقداری باز روی اکونومی کار کنم و ببینیم دیگه سنگ هم داریم یا نه. سنگ داریم، پول نداریم. پولمون خیلی بچه داره میاد پایین. باید یک جوری مردم رو خوشحال کنیم تو سریع ترین حالت ممکن. به نظرم باید کالای کافی نیست. ما کلی هم نون ذخیره کردیم. الان یه اکونومی میسازم. مامان خدا. اولین حرکت همیشه برای یه اکونومی خوب دوستان دینه. به خصوص اگر شما میخواید یک اکونومی دیکتاتوری بسازید. من اینجا کلیسا رو بنا میکنم ولی چون خیلی خرجش کردم باید چند نفر ازش مراقبت بکنم. میدونید برده دارم من به چی تو حافظم مونده؟ کلی برده میفرسته همه چیزو میسوزونه بیشرم. اصلا نمیاد نبرد. بچه باد لپ هم معلوم میشه. ساعت 7 صبح دندون درد دارم. این دندونم باد کرده، دردش خدایی خیلی کم شده. ولی دارم برای شما عشقای من ویدیو ضبط میکنم و نمیدونم تو این زاویه صدام و میکروفون چطور میگیره، چون مانیتوری که میکروفون نشونده تو اون زاویه است. وقتی تو این زاویه حرف میزنم نمیتونم اونو ببینم. ولی دوستتون دارم. بریم بتر. خب ما قرار بود اولین پایگاه نظامیمون رو بنا بکنیم. بچه چون حقیقتا رقبامون رقبای خیلی خفنی نیستن، من دارم با بازی مقدار کوچیک عشق بازی میکنم. آخرش هم خیلی تند رقیب رو جمع میکنیم. یک پیام از طرف سلطان. این به عنوان اولین پایگاه نظامی ما. طلای کافی نداریم تا این واحد را آموزش بدیم. شما بیاید این. استعدوا باقواسكم. نکنیم ما یه پیش بینی الان من کردم تو این دوتا مسیری که داریم. همین سه تا موقعیت نگهبانی کفایت میکنه. نیروهای مسلح آماده. حتی اینا هم بیان. نیروهای مسلح روی دیوار. نیروهای اینجا باشه مسلح. چون چادرم چیزی گرونیه واقعا. طلای کافی نداریم تا این واحد را آموزش بدیم. مستعد. خب چون سنگ اینا نمیارن که ما پایگاه رو تکمیل کنیم. ببینیم اول این دوستمون چیزی از ما نمیخواد. اوه کدوم آدم از این بیا بیرون دیگه. چوب میخوای بفرمایید. یک پیام از طرف سلطان. او بچه ها سلطان. الان این سلطانی که از اون موقع میگفت همین خانومه است. باورتون میشه؟ خدا یک پیام از طرف رد ریخته. احساس میکردم رو چهرم فوکوس نبود. خب بچه ها باز یکم به اکونومی برسیم. بحث دین وارد پارت دوم شد. بهشون شأن زیادی میدیم تا عبادت بکنن و در مقابل ازشون پول میگیریم. چقدر لوز. طرف ره. خب بچه ها ما اکونومیمون به این منطقه خودش رسید. فکر کنم دارم یه قسمت خوشگلی برای بحث نونوایی تو لعنت بهش. چه خبره اینجا؟ کاش یه دونه چیز میگرفتم. نركب خيولنا. نعم مولاي سنركب. دیگه پولم نمیده. أقواسنا قوية مثل الريح. بله بچه ها ما متوجه شدیم که پایگاه اولمون دیگه نمیتونه در مقابل حملات
روبرو خوب مقاومت کنه. پس ما یه ارتقاء ریزی باید این پایگاه کوچولو رو یک بدیم. پیام از طرف سلطان. به نظرتون بچه‌ها سلطان چیکار هم داره؟ چوب میخوای بیا. یک پیام از طرف سلطان. نگی که دوباره چوب میخوای. یک پیام از طرف سلطان. نحن نقاتل بشجاعة. ذخیره انبار غله داره زیاد میشه قربان. خب بچه‌ها همینجوری احساس میکنم حملات داره شدت میگیره و ما باید سریعتر آماده بشیم واقعا. ما 200 تا هم سرباز سرجم میتونیم بگیریم تا 150 تا رو میذاریم برای دفاع و با 50 تا سرباز برای خودمون یه چالش میسازیم و به دشمن حمله میکنیم. بله. اوامر جدید. قربان، نیروهای رات دارن حمله میکنن. طلای کافی نداریم تا این واحد را آموزش بدیم. خب ما سیستم اول دفاعیمون به نظرم دیگه اوکیه. فکر کنم به این راحتی ها قرار نیست. الان زایم میکنم. زایم کرد. یکی از شیلدام پرید. خب اینجوری تو 2 تا حمله راضی نیستم ازتون. به اول دفاع به شدت افتضاح عمل میکنم. خذنا في المعركة. أصدر أوامرك لنا على السرج. ذاهبون للحرب. خب سیستم اول دفاعی به شدت افتضاح عمل میکنه ولی خب ازش گذر میکنیم دیگه. الان به نظرم باز یک نگاه دیگه به اقتصاد بندازیم چون یک پیام از طرف برده. اقتصاد چیز باحالیه دیگه. داریم یه چیز خوشگل درست میکنیم و به پایان ساختمان سازیمون رسیدیم. این به شدت خبر خوبیه بچه‌ها. من دیگه قرار نیست روی اقتصاد کار کنم. برید عشق کنید. یزیدا من همه چوب‌بریام پاک میکنم و آخرین سرمایه گذاریمو در این بازی انجام میدم و میرم که اولیشونو بکشم. بریم که اولیشونو بکشیم. شمعمون خوبه. گندممون خیلی زیاده. از وسط آسیابه انگار میرن. میشه بس وسط این حرکت کرد و فقط گندممون زیاده. آردمون خوبه. یعنی آردو دارن نونگاه ساپورت میکنن. یک پیام از طرف رد. نیروهای بردهدار حمله میکنن. نیروهای بردهدار به شخمم که حمله میکنند. من میخوام برای آخرین بار به اقتصادم برسم بچه. منو درک کنم و فقط هم 14 تا ساختمون دیگه میتونم بذارم و این ساختمون های اساسی میشن و تأثیر گذار. خب من فکر میکنم برای آرد بسه. من همیشه ترس تموم شدن گندم داشتم، به خصوص تو چنین لوکیشن خشکی. یعنی عجیب احساس میکنم هر لحظه ممکنه گندم تموم بشه.
خب فکر نمی کنم دیگه بتونیم گندم بیشتری. اینجا هم یه احتمال هست، بذار ببینم. نه بیشتر از این نمیتونیم گندم تولید کنیم. پس بذار یک بار دیگه به انبار نگاه کنم. آرد داره تخلیه میشه و همینطور گندم هم داره کم میشه. به نظرتون دوباره روی شمع سرمایه گذاری کنم؟ شمع هم چون نمیاد پایین خیلی، چون وقتی میریم نبرد دیگه چون بس فروش خیلی کم رنگ میشه. آدم دوست داره اکونومی خودش برات پول در بیاره. او بردهدار آدم عوضیه. یه دونه از اینا حداقل بذاریم. بودید من نمیدونم من میترسم بردهدار شهرمو بسوزونه. تا حالا هم نسوزونده، از این غلطا نمیکنه یا نتونسته بکنه، منطقی تره، ولی میترسم، نمیدونم چرا. خب محیط سبز نداریم، میدونی اقتصاد خیلی گسترده ای هم نمیشه ساخت، چیز عجیبی نداریم الان در دسترس. خب رفقا، از الان به بعد رو اقتصاد نمیشه کار کرد. چرا؟ چون سقف خونه ساختنمون تموم شده. بریم تصمیم بگیریم که کدوم یکی رو بکشیم. این هیچی نداره واقعا. این قلعه باحالتریه ولی باز هم مسیرش بازه دیگه. یک پیام از طرف خیلی سلطان. قلعه کله خریه. و این هم که اصلا بازه. بچه ها من تصمیم میگیرم برای این نبرد سربازهای اروپایی با خودم ببرم و با یه ترکیب اونجوری اتک بزنم. خب بچه ها برای اتک من پایگاه دوم نظامی ما هم بنا میذارم. نیروهای رات دارن حمله میکنن. أقواسنا قوية. خذنا في المعركة. بچه حملات داره جدی میشه و أنت قائدنا. باید ساخت این ساختمون در دسترس نیست. لوکیشن دوم رو سریعتر انجام بدیم. طلای کافی نیست. ما به سنگ بیشتر نیاز داریم رئیس. یک پیام از طرف. طلای کافی نداریم تا این واحد را آموزش بدیم. نحن لا ننحني إلا لك. لنا طلای کافی نیست. خب بچه پایگاه نیروهای دوم بردهدار هم آماده حمله شد. می‌کنن. این شد پایگاه دوممون، پایگاه دوم دفاعیمون و فکر میکنم کم کم زمانش داره میرسه که ما اون ارتش نخبه رو بسازیم، چون تو این پایگاه میخوایم اون ارتش نخبه رو بسازیم و اینجا هم انبار اسلحه رو قرار دادم، اسلحه خونه رو قرار دادم، چون احساس میکنم تو این بازی با اکونومی که ساختم تولید اسلحه تا حدود خیلی زیادی منطقی نیست. شاید کمان تولید کنم تا اینجا، ولی اونم شاید. خب بچه ها، برای اینکه شروع کنیم ارتش حملمون رو بچینیم باید سریعا یک بازار بسازیم. کالای کافی نیست. که بحث خرید و فروش رو مکانیکی بکنیم. اینجوری میتونیم پروسه درآمدزاییمون رو به شدت افزایش چشمگیر بدیم. اول از همه نگاه به حد خیلی کمی همیشه تو قلعه یک پیام از طرف برده. من اول بازار رو قرار میدم. برام لوکیشن حساسیه، نباید درش اتفاق بیفته. سنگ رو از 100 تا نظر بره بالا.
چوب الان که همه چوب بریامو از بین بردم برام بخر. نون رو بفروش. نون بیشترین حالت 100 تا، بیشتر نمیخوام توی قلعه باشه. بعد شمع هم همینطور، شمع هم رو عدد 125 بفروش. ذخایر غذای ما داره کم میشه ارباب. اوکیه دیگه. حالا که بازار گذاشتیم دقیقه اول میبینیم 3000 تا گلد ناقابل اومد تو انبار، اومد تو خزانه. من گروه نخبه‌مو با 30 تا گرزدار شروع میکنم یا از اینا بگیرم. پولم خیلی سریع از بین میره. با گرزدار گروه نخبه از 30 عدد گرزدار تشکیل میشه. شخص نیاز رئیس. سرباز جدید نیازه. یه چیز جالب، گرزدارا زره نمیخوان. ناراحت شده مطمئن خیلی زود میمیرن. یادم خیلی ازشون نبود. گروه بعدی رو من 30 تا از این رنجرها میسازم. 30 تا رنجر خوبه. بچه‌ها چماق. قبلا که تولید شد بیاد اینجا بهشون شماره میدیم. گروهان 1 بجنبید. اولین گروهانی که نیروهای به راست جنگ دارن حمله اعزام میکنن. شدن. کمال. سرباز جدید نیازه. بچه تو من تو آینده باید آردمم بفروشم. یک پیام. نگو سلطان یکیشونو کشت. بابا ما همسرمونو خیلی دست کم گرفتیم، اصلا ازش حالی نمیپرسیم. باریکلا. ولی نمیخواستم تو بکشیشون، ناراحت شدم. من میخواستم بکشمشون. چی کارشون داری؟ با تو زندگی تو بکن دیگه. معلومه بچه ها با اکونومی و شهرم خیلی حال دارم میکنم که اصلا یک سر به دشمنانم و نبرد نزدم. اصلا به شخمم نبردیه ملش کن. اینجوری برخورد کردم بازی. شخص نیاز رئیس. ولی حالا که اینقدر سرباز بچه ثبت جدید کردیم با یه ارتش خفن بریم خودمون، یه ارتش نظم یافته باحالی داشته باشیم. شما دوتا نحن مستعدون از للقتال کارتون اینه که به اینا حمله کنید. انقضوا على الكفار. بکنید. سلاح مورد نیاز قربان. گروهان دوم هم تکمیل شدن. اون غذاست رئیس. کنترل 2. تکاورا حرکت میکنه. البته گروهان دوم یک سری شیلد هم همراهیشون میشه. گروهان سومی که مد نظر گرفتم، چون من 30 تا سپر خریدم بچه اینو مد نظر بگیرید. 15 تا کراسبو. 15 تا کراسبو رو عقب میذارم برای دفاع از ماشین های محاصره. یک پیام از طرف سلطان. رعد دیگه برو بزنشون. نزنی سلطان، نر یکی دیگه شون هم بکشی. سرباز دیگه جدید نیازه. نریا. خب ما که اینقدر پولمون خوبه یکم مالیات کم کنیم که تولید ارتش سریعتر اتفاق بیفته، تولید آدم بیکار. خب 15 تا قلچماق هم کنار اینا میذارم که در مواقع نیاز وارد بشن. این 15 تا قلچماق نیروهای بردهدار حمله میکنن. شاید هم نخریدمش، خیلی گرون بود. 15 تا شمشیرزن قرار یک پیام از طرف 10 تا رئیس. بسته. اول اسلحه رو نشون بده. شخص نیاز رئیس. بچه ها میگم چرا شیلد با خودمون نبریم؟ شیلد که سرعتشون خوبه. یک پیام الان از طرف سلطان. یه بار دیگه چک میکنیم. گروه بچه‌ها در یک. وضعیت خوبی هستن رئیس. چرا شما گروه دویید؟ تکاورا به پیش. گروه یک داریم میریم. گروه سه هنوز مشخص نکنیم. چرا با هم میشن؟ با نشاط باشید. ایشون سه. برای کدگذاری بچه کنترل با یکی از اعداد بالای کیبورد رو میزنید و اینا دیگه بعد از زدن اون عدده اینو پیدا میشه. دیگه باید همجوری حملات ضعیف بشه دیگه. الان یکی از متحدین یک پیام است. 10 تا شیلدم خوبه. سرباز این شیلدا رو میدم به شمشیرزنا. فرمان شما. اینم گروهان 4. به سوی
شخص 5 نیاز تا رو هم رئیس. میدم به مهندسین در کلاس. خدمت شما. بریم پس اون یه بار غذاست دیگه رئیس. شماره 2 رو تصحیح کنیم. و Niet zo uitklossen! شماره 2 از رنجرهای تنها تبدیل میشه به رنجرها و شیلدها. اصلا گروه رو نشون کراسکوها بده. هم که فکر ما کنم مورد حمله گروه هستیم. 3 بود. آماده؟ نه منتظر گروه دستور. 3 آماده نمیدونم چرا رئیس. اسم نگرفته. با شیلداشون میشن گروه 3. شمشیر زن هم که گروه 4ان. بریم دیگه یکی رو بگیریم بچه ها دیگه. از دل اینا حرکت کنیم، یعنی تو مسیر هر کی اومد رو بکشیم. ایده بدی نیست بچه ها. چالش اون اینه که تا برسیم به اونجا به دفاع اضافه نمیکنیم. درسته دفاع خوبیه ولی بهشون چیزی اضافه نمیکنیم. چی؟ اول از همه گرزدارا بچه‌ها در حرکت وضعیت کنن، خوبی هستن، کماندارا رئیس. بیان. باعث من خوشبختی احساس قربان. میکنم دکمه سم نمیخوره چون قربان. کنترل سم هم نگرفت. میتونم باید این دکمه رو بررسی بریم. کنم. الان 5 به زدم، سمت 5 پایگاه. میخوره. دیروزم سم شمشیر زن میخورد. به جلو. بله. خب الان 4 تا گروهان آوردیم جلو. ما کجا با دشمن برخورد کنیم؟ میتونیم مستقیم بریم تو دل این که این اصلا نابود شده خودش. نیروهای راست دارن حمله میکنن. اینم که داره شکست میخوره. اصلا چه اوضاعیه. این قلعه خوشگل تری داره. میایم اینو نابود میکنیم. کجایید رسیدید؟ یک پیام از طرف برده. تکاورا به پیش. درود دوست سریع بریم حرکت بچه‌ها. کنیم. یه دوستمونم بله. تکاورا به پیش. چیزی نمیخواید شما؟ Niet zo اوه uitklossen! غافلگیر شدیم بچه. حواستون رو از موقعیت محیط هم استفاده کردن. سریع زدن تو دلمون. باریکلا واقعا. از رد همچین انتظاری نداشتم. میریم سراغ رد به خاطر این حرکتش. اگه بریم سراغ رد اینو دوستم میکشه. این جنگ. آماده. آماده رئیس. باید گروه هامون هم خیلی نباید به از جلو. هم دیگه دور بیفته. حالا اینا خیلی تنهان، یعنی قشنگ هدفن. من بودم اینا رو میزدم. وضعیت قرمز. ما از من اونا مراقبت جلو. میکنیم. اول گروه 2 چون شیلد داره وارد تکاورا به بشه. پیش. بچه از ابزار معاصر استفاده نمی کنم. حمله رو خیلی فکر کنم بی‌مزه بکنه احتمالاً. یک پیام از طرف برده. منتظر میشیم کسی میفرسته بیرون. بریم بچه‌ها. کسی رو فرسته. با تمام قدرت به پیش. یک پیام از طرف برده. آرایش بگیرید بی تربیت ها. چه وضعشه؟ تکاورا بریم آمادن جلو قربان. از اینجا داریم تیر میخوریم. قربان. به گروه فرمان 5 شما. کجاست؟ خیلی کندید. حرکت کن. اشتباه کردم گفتم میرید عقب بچه‌ها. زودتر. دوران زمانی تشکیل ستون. تلفات آماده؟ ندید دیگه بچه‌ها. اصلا دوست ندارم توی حمله در حال اینجوری حرکت. تلفات سنگینی داشته. بدون تلفات که نمیشه. سعی کنید تلفات از شیلد باشه. نه انگار تعداد کمانداراش کم نیست. به ما دیگه نیاز دارید؟ نرسیدن؟ ما مورد حمله هستیم. حرکت میکنیم. چرا رسیدن؟ حتی حرکت دوستم کن. هم رسید. زودتر. دوست چیه؟ عشقم، عشق جوانی من. خب بزنید پدرشونو در بیارید خود بود. یک پیام از طرف سلطان. شما برای بیاید جلو. شکوه و عظمت. یعنی اگه به الان سختی. به خط چید. برای پادشاه. حمله. تحت فرمان شما. در خدمت شما. گرزدارا رو نمیارم چون تکاورا سریع به تمومش پیش. میکنن دیگه. گرزدارا رو بیارم در دقیقه کار تموم میکنن و نه دیگه زشته. یکم بازی کنیم با این بکشیمش کنیم.
این جنگ هرگز تمام دوستم کاش نمی اومد. نه یا دیگه عزیز دلم میاد به من بسپر. الان یک کاری میکنم کارستون. بیا از من دفاع کن. بیا از من دفاع کن. سربازت کنم بر نمیگرد. باعث خوشبختی برگرد. یک اینجوری بود میگفتی بیایید از من دفاع کنی سربازاش رو برمیگرد. برید دقیقا ممکنه قربان به شمشیراتون قرار نشید تکا برای آمادن قربان حرکت کنید در حال حرکت خب برسید این یه دونه رو تلفات اهداف و نشونه بگیرید ما اونا رو میبینیم حرکت کنید از کجا دارید تیر میخورید؟ هر پرتابی دارید به اجماع خب شمشیرزنه عزیز برید جلوتر و این دوستمون رو بکشید. سنگاش به سربازی ما هم میخوره؟ کاش میخور طبیعی تر میخورم. بچه برگردید یکم سلوک میکنید. این درویش ها آدم های مریضی هم. حالا برید اصلا شما بکشید داری جنوب بچه گوه بخورید وقتی سرباز این ملکه اون بالا شما میرید بکشید. حالا گروه جمع میکنه که بچه بریم سراغ کی دوست داشتنی رفت. خب شما بیاید اینجا بریم بچه ها خیلی جمعی. نه به دستور من باعث خوشبختی فکر کنم قربان. اینجا اینجوری شده ستون. وقتی بیان اینقدر شلوغ ستون نمیبندن. خب شما اینجا ستون ببندید و سگ ها اون کماندارهای دیگه کراسبوهای از حرکت پیاده شما بیاید اینجا. کراسبوها رو باید سریع بیارم بالا بچه. اینجا بدترین جای درگیر شدن. اصلا موقعیت به ما نیاز دارید جغرافیاییش پدر ما رو قرار از درگیر. طرف رت بچه ها چماق به یه شما ستون تو درگیری قبلی اصلا نبودیدش. سگا و پسرا حرکت کنید یک پیام از طرف سلطان. جانم سلطان چی میخوای؟ بگو. تو فقط یه چیزی بخوا. سرباز فرستاد سلطان من داشتم بیا برای دفاع از من سرباز نفرستادی که بی تربیت. خب بریم رعد عزیز. اوه بچه ها اکونومی یکی هم ما واقعا نکشتیش سلطان. چرا واقعا بکشش دیگه داره سرباز میخره سلطان. نفرین آمنحاته بر تو با سلطان. من موقعیت رها کردم تو بکشیش. نفرین آمنحاته بر تو با واقعا نفرین آمنحاته بر تو با خیلی یه سرعتی و تمیز اکونومیمون رو گسترش بدیم برگرد. بچه ها میبینیم که پیشبینی دفعه پیشون مشکل داشته و حجم آرد زیادی در انبارها موجود. خب بخش نونوایی ها تموم شد بچه ها و ما باز هم اقتصادمون به پایان رسید. میریم برای نبرد. سلطان اینو بکش. من اقتصادم مدیون کشتن اینه. چرا واقعا این هنوز زنده است؟ چماقدارا آماده. چماقدارای عزیز آره بریم بکشیدش. بریم برای اتک. ما در حال اول حرکت اینا رو میاریم بالا. بذار از این ور نیاریم بالا. بذار یکم احتیاط بیشتر به خرج بیاریم. از این ور بیاریم بالا. بریم. موقتا شما شمشیرهای ما مال شماست. بیایید پشت سر حرکت اینا. میکنیم. حرکت اما میکنیم. شما همینجا باشید. یک پیام از طرف برده. بچه به نظرتون واقعا نیاز نیست که گروه کمکی بیارم؟ بذارید حداقل شیلد با خودم بیارم. بس
شخصیت خوبی هستن رئیس. مبارزه بچه کجاست؟ خیلی آهسته و پیوسته بذار حرکت یکیشه کنیم. بریم تو دلش. سلام. میتونیم ابزار معاصره بیشتری بسازیم ولی خب جذابیت نداره دیگه. مرد. وای حتی با چقدر عجیب، چقدر تو سگجونی. نه دیگه از سربازه اونجا نمیارم کسی. نمیخوام. یک پیام از طرف سلطان. شما 11 تا بیاید بکشیدش. شارژ. سربازه حمله رو دست نمیزنیم. قربان. خب ما یه گروه بندی جدید میکنیم، همه نشاط کماندارا رو به گروه یک تغییر میدیم و میریم تو دلش. البته قرار بود گرزدارها هم تو همین چی؟ سگا و جمع پسرا باش. حرکت کنید. اون چوب برهاش داشتن ما رو میکشتن. متوجه شدی؟ به دستور شما. شارژ. موس هم هنگ کرده بچه ها نمیتونم یه مبارزه نقطه رو با کجاست؟ کشیدن انتخاب بکنم قربان. و نمیخوام از بازی بیام بیرون دیگه. بریم تمومش کنیم. یک پیام از طرف رئیس. حال داد واقعا بچه ها. مرسی که زمان گذاشتی و حرکت تو که تا کن. اینجا ویدیو دیدی واقعا دمت گرم. خیلی مردی. من خودم موقع تدوین حداقل 50 تا آماده. پشت به خودم میدم. لفت دادی چیکار میکنم؟ من با این بازی عشق میکنم چرا واقعا. سر با اون وقت اینجا نبودی؟ ساختمون خونه ها عشق میکنم. با اون فضا حال میکنم. بالاخره مرد حرکت بکنم می‌کنیم. دیگه. مردی دیگه واقعا. بله مرد. خدا رو شکر. ما از اونا مراقبت میکنیم. 2 برابر قربان. از پا پادشاه من. آماده رئیس. 2 تا تیکه بشی. با نشاط نصفتون باشید. از این ور بیاید و نقطه باقی بچه مونده. شما درست شده کماندار موسم. صلیبی به جلو. بله از این ور بیاید. بکوبیدشون شما بچه اینو نابود کن. نه شما اینو نابود. مبارزه کجاست؟ شما برید تو اینا. چماق داره آماده. شما هم برید تو اینا. بچه باقی موندهتون حالت حمله هر بگیرید. چیزی که هر کی حرکت اومد کنه دورتون می‌کشی. بکشید. ما بریم آخرین حرکت رو اکونومی بزنیم. بچه من همین بخش نونوایی ها رو به یه نظم خوشگلی اول بذارینم آرد زیاده یا نه. اقتصاد واقعا اولویتی. واقعا حجم آردمون زیاده بس ما باید نونوایی زیادی داشته باشیم. الان از بخش نونوایی ها راضیم تا حدودی. اینم باز بشه. نه یک ذره تفاوت میکنه. چرا اصلا اینا بخوام برن این طرف؟ اینا همه مسیرشون از اینجا به سمت اینه، به سمت پایین و به سمت این انباره دیگه. قسمت نونوایی کفایت میکنه. من دومین بحث بیزینسی این شهر رو هم ارتقا بدم. یه نگاهی به شهر بندازیم. ما یه سری مزارع داریم اینجا خیلی متفرقه. هر جایی که بوده یه دونه آب داریم از ترس برده‌دار، یه دونه چاه آب داریم. اینجا نونوایی هست. یه نظم باحالی داره. این ورژن واقعا همینش خیلی خوبه که سایز ها کوچیکتر شده، الکی بزرگ نیستن و مپ ها هم فکر میکنم خیلی گسترده تر و با دیتیل تر شده. اینم از بحث نونوایی. اینجا هم آسیابا و اینجا هم بحث تأمین شمعه. خب برای بریم دیگه برای نبرد و بقیه‌اش هم دیگه اکونومی هست. این سیستم دفاعی بچه ترمیمش بکنم دیگه. ایفه زشته. و بچه ها بریم رد و نابود کنیم. فقط بهم بگید آقا اصلا این عددکارای من تحت فرمان شما. اوکیه یا اصلا رو مخه؟ میگی چی داری میگی؟ چرت و پرت چیه؟ یه چیز سریع میخوام که دیگه این دیوار رو بندازه. این سرعتش چه خدمتی داره. کنم؟ فکر می‌کنم سرعت حرکتش از منجنیق بیشتره. کشف خفنی داشتم. خیلی کم از این استفاده کردم ولی ابزار باحالی از این باید بیشتر استفاده کنم. و به هم بگید آقا محمد لطف مثلا شما ادا اطفالات آماده سازی. نمیگیره دیگه. تون مرحله رو پیام از طرف بگذارم. سلطان. یا نه من دوست دارم مثلا این زیبایی چیدمانی که مثلا یک تو پیام از اکونومی طرف بود و رئیس. منم دوست دارم. منم ذهن مریض ریاضی دارم. دوست دارم فضای قربان. خوشگلی به فرمان بسازم. شما. کجا رم؟ یک پیام هنوز از تو طرف رئیس. نرسیدی این شکست؟ ای تو سرت.
بیایید ما بیایید آماده بچه بیایید تو که مشکلی پیش اومده. داره درگیری تموم میشه. دوست دارید سریع مرحله رو بگذرونم، دوست دارید با هم بازی کنید، دوست دارید عددوار در بیارم، دوست دارید داستان تعریف بکنم. تحت فرمان شما. شارژ. بریم اصلا مپای دستاب رو انتخاب کنیم، بریم یه لوکیشن ها رو انتخاب کنیم که خب لوکیشن های سختری هم دیگه. برم توی این حالت های چیدمانی مثلا پولاد بخورید. مثلا 5 از این لردای خوب مثلا ولف و با وزیری این لردان خیلی کم بازی کردم 3-4 تا لرد خوب توی موقعیت سخت رو بری خودمون بذاریم بازی کنیم. همینجوری مرحله برم مراحل اینجوری پلیس‌ها رو سریع رد بکنم برم مراحل آخریه و دوستتون دارم. نقطه کلام اینه که دوستتون دارم. برید بکشید دیگه بکشید بکوبیدشون بچه ها. رد و کشتیم و تموم. مرسی که تانکای ویدیو با هم دیگه از این سخت محتوا خوشت میاد. اگه دوست داری با هم بیشتر آشوشیم با هم جنگی سنگی رو بکنیم با هم کشیه بگیم با هم اتفاقی کشیه بسازیم دنبال کنیم. بوس بکش رد بگید که من اندازه 25 رو خدافزی کردم بکشیم. حمله. چه جونی داره این نور رسون. بچه چه گرافیک خوبی داره نکنید خدایی باری کرده بدون دوست داشتنیه با اینکه رعده زشته. رد میگه شدم رد نیست. مرسی عشقای من. پیروزی